شما مفهوم آزادی زمان، شجاعت آنها و آرزوی مردم آزاد دنیا برای زندگی خوب و آرام را دوباره تعریف کردید. فعلا نمیخوام عوض کنم. ساکت. این لحظه شما به خیابان‌ها بروید، بر آینده خود تسلط بذار بیابید. این در دستان شماست و ممکن است حکومت در حفاظت از حریم هوایی ایران شکست خورد. حکومت خب اینا الان چجوری میخواید نشون بدید شبکه‌ای که اونجا آرم شیرا می‌بینید آرامش این ببین شکست خورد. حکومت در حفاظت میتونی بزنی یک چیز آنتن صدا سیما نماهواره برخیزید. دو بزنم. آینده شما بزن دو به خیابان‌ها بروید، بعد حرکت کرده. آره تونستم جمع کنم. سلام و درود. نه دیگه اون بالاش چیزه شیره نمیدونم تو چیه سال‌هاست که پولهای شما را هدر می‌دهند. نیستم همینه. ترور، ویرانی و تخریب صرف می‌کنند. چه در خارج از کشور و چه در داخل آن. آنها میلیاردها دلار را صرف توسعه موشک‌ها و برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای می‌کنند. اسرائیل هک کرده. به جای اینکه در زیرساخت‌های آموزش و پزشکی برای رفاه چیزو نداری آنتن ایرانو چرا همچنین در نداری کسی پوشیده نیست که چند روز پیش این وضعیت شروع به تغییر کرد. افسران ارشد نیروهای